لون الدم و ریح المسک. رنگ خونه اما بوی مسکه. شهید در راه خدا نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز داره، دفن میشه چون که نیاز نداره. یک چیز در زندگی مسلمانان فراموش شده و همون چیزی که فراموش شده اونها رو ذلیل کرده، دشمن رو وادار کرده که در اونها تباه بکنه و اون هم ترک جهاده. ذروت و سنام الاسلام، بلندترین قله اسلام در حدیث وارد شده که جهاده. زمانی که مسلمانان جهاد از فرهنگشون در آوردن، زمانی که مسلمانان دل به دنیا بستن و بزدل و جبان و ترسو شدن و خونشون از دین خدا و امت محمد صلی الله علیه وسلم با ارزشتر شد و بخیلی به خونشون کردن و مالشون و اولادشان و جوانانشان، امروز مشتی انجاس، مشتی قرده و خنازیر، کسانی که مسخ شده هستند و وطنی نداشتن و آواره دنیا بودند، امروز اینطوری امت اسلام و ذلیل و خوار کرده. 3 میلیون 1 میلیارد ذلیل و خوار کرده. چون ما جهاد رو کنار گذاشتیم، اصلا از فرهنگ جهاد صحبتی نمیشه. تا زمانی که دوباره جهاد و حب جهاد زنده نشه و علمای بزرگ اسلام درباره جهاد صحبت نکنند و حکام و علما فرمان جهاد ندند، اینها همونجور تمکار هستند و با کنفرانس و اجلاس و پرچم سوزندن و آدمک سوزندن و شعار دادن و مرد بر فلان و مرد بر فلان، نه. یکی از بزرگان و سلاطین فرانسه میگه که وقتی میخوابیدم در اتاق در بسته، شیشه های ضد گلوله و اون همه حراس و نگهبان، یک دفعه احساس میکردم در خواب که تخت خوابم زیر کمرم میرزه، بلند میشدم، پریشان میشدم. یک دفعه فکر میکردم که آزاد مردی قلم دست گرفته در دل شب داره برای بیداری مردم می‌نویسه. اینطوری دارن می‌ترسن. یهود و انگلیس تعدادی از سران یهود فرستادن به محضر اون شخصیت مجاهد بزرگ سلطان عبدالحمید ثانی، خلیفه دولت عثمانی، که ما تمامی دیون دولت عثمانی رو پرداخت میکنیم، این قدر درهم و دینارم به عنوان هدیه به خودت میدیم، مقداری از اراضی قدس فلسطین و اورشلیم برای ما بفروش. تمامی دیون دولت اسلامی رو پرداخت میکنیم عثمانی و این مقدارم برای خودت 100 دینار 100,000 دینار هدیه برای خودت، مقداری از اراضی فلسطین برای ما بفروش. سلطان عبدالحمید رحمه الله گفت ما فلسطین رو با خون از دست دادیم، با خونم پس میگیریم. بهای قدس شریف خونه. به بچه ها رو نگیم مال نمیخوام. تظاهرات اخیر برادران و خواهرای یمانی در یمن 1,500,000 نفر زن و مرد یمانی را خیابان ریختن با نقاب خواهراشون و همه اسلحه به دست. ما برای جهاد آمادیم.